این چه وضعی است در این مملکت؟ همه که نمیشد، همیشه نمیشد که با حرف مردم را قانع کرد. چرا این اشخاصی که در این ادارات مشغول فساد هستند، چرا اینهایی که مشغول هستند که جوانهای ما را تباه کنند در این ادارات تصفیه نمی کنید؟ من نمیدانم این مملکت وضعش چیه. 20 سال است که این ملت محروم دارد زحمت میکشد، کشته میدهد. 15 خرداد اونقدر کشته داد و بعدم هی 15 خرداد برای ما پیش آمد. ما تا کی باید مواجهه با این چهره‌های افسرده باشیم؟ ملت ایران تا کی باید منتظر باشن که شماها از اون گرفتاری هایی که میگید داریم در ادارات بیرون بیایید؟ تا کی صبر کند ملت ایران؟ و تا کی شما میخواید اصلاح کنید امور را؟ ما هی سکوت میکنیم، هی میخوایم مطالب را خودشون حل بکنن. معذالک به فکر این حرفا کم هستن. چرا به فکر نیستید؟ چرا شورای انقلاب به فکر این مطلب نیست؟ چرا رئیس جمهور به فکر این افراد نیست، این امور نیست؟ در اون حرفایی که میزنید قدرم عمل کنید. من از شماها عذر میخواهم، من از ملت ایران عذر میخواهم. من از ملت ایران عذر میخوام. من از این مادرهایی که بچه های خودشون را از دست دادن معذرت میخوام که عرضه این را ندارم که کار را درست کنم. من از پیشگاه پیغمبر اکرم معذرت میخوام. من از پیشگاه ولی عصر امام مهدی سلام الله علیه معذرت میخوام. من از پیشگاه ملت ایران معذرت میخوام. من از شما برادران ارتشی، برادران پاسدار، برادران ژاندارمری و سایر قوای انتظامی که در راه اسلام جوانهای خودشون را دادند معذرت میخوام. ما نتوانستیم برای شما کاری انجام بدیم. ما ضعیف هستیم. ما باز گرفتار کاغذبازی هستیم. مملکت ما باز مملکت شاهنشاهی است. وزارتخانه های ما باز وزارتخانه های طاغوتی است و ما نتوانستیم اینها را اصلاح کنیم.